در سن نورسیدگی تحصیلات از جهت مقدار و دشواری افزایش می‌یابد. فن‌های بیشتر، وظیفه‌های سنگین‌تر، امتحان‌ها نزدیک می‌شود. در این دوره مهم است که نورس درک کند تحصیل خود مسئولیت شخصی اوست. بعضا اویله‌ها وابستگی از حد به بها و نتیجه فوری دارند. مثلا والدین بیشتر به گرفتن بهای بلند توجه میکنند تا به چی قدر واقعا فهمیدن فن، اما آهسته فهمیده می شود که اگر خود شاگرد مسئولیت را حس نکند، تنها فشار بیرونه از والدین یا معلم نمی تواند درجه بلند دانش را تامین کند. برای پرورش این حس اول باید نورس را با نتیجه های عملی خود روبرو کرد. مثلا اگر او وظیفه خانگیش را اجرا نکند، والدان نباید پوره عیب را بر دوش آموزگار یا سیستم گذارند. بگذار فرزند حس کند که این محصول بی‌اعتنایی خودش بود و خود او باید اصلاح شود. البته در این راه او را تنها نمیگذارند، والدان کمک میکنند. مثلا با او یک جای نقشه درسی میکشند یا شرایط آرام برای خوانش فراهم میآورند، اما او باید خودش نیز خواهش جبران و بهبودی را داشته باشد. تشکیل کردن محیط رقابتی سالم یا هوسمندی نیز خوب است. مثلا اگر فرزندتان می‌بیند که همسنفش با تلاش به آزمون فنی راه یافت، به او توضیح دهید که با زحمت و مسئولیت پذیری او هم میتواند. در مکتب آموزگار میتواند بچه‌ها را در گروه‌ها جلب کند که یک جای مسئولیت لایحه را به دوش گیرد. همین گونه اگر یگان نفر سهلنگاری کرد، گروه باید همه‌اش جزا یا بهاگذاری پایانی گیرد. این میفهمد که مسئولیت یک نفر میتواند کار دیگران را نیز بی تاثیر نماند. نورس وقتی می آموزد که تحصیلش را باید جدی بگیرد، در آینده نیز نسبت کار و زندگی شخصی با انتظام و با حساب می شود. آیا شما والدان و استادان عزیز این تجربه ها را انجام داده اید؟ شرح شما را در کامنتاری انتظاریم. شریک برنامه ما شرکت لیندوید می باشد. میکند لیندوید ایمونیتت رو بلند، هر کسی خدا بود حتما میشود بسند.